خب بریم به عبادت‌های بدنی، عبادت‌های قلبی. همین قسم که ما و شما مسلمان ها الحمدلله خالق متعال با فکر خود، یعنی وقتی که درباره آسمان ها فکر میکنیم، درباره زمین فکر میکنیم، درباره خلقت آسمان و زمین فکر میکنیم، درباره هر مخلوق الله فکر میکنیم، این در حقیقت یک عبادت فکری هست که میکنیم. عبادت های دیگه هست که مربوط به قلب میشه. و شما عبادت هایی داریم که او عبادت های چی میگن؟ عبادت های قلبی میگن. عبادت های قلبی عبادت های هست که مثلا 3 تا اولش براتون بگویم آسان بفهمین. یک عالم از ابن قیم جوزی رحمه الله، این میگه انسان مسلمان مثل مثال میگه شما فکر بکنین یک پرنده را. این پرنده که هست میگه 3 چیز داره. سر داره، یک بالش است و بال دیگهش است. این حال من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، او رو فهمیدیم. عالی پرنده که 3 بال داره میگه انسان مؤمن اینمی قسم مثل امی پرنده واره هست. سرش محبت است، یک بالش خوف است و یک بال دیگهش رجا است. چی معنی محبت، خوف و رجا؟ یعنی اینمی قسم که اینمی پرنده نمیتونه اگه سرش قطع بکنین نمیتونه پرواز بکنه، اگه بال راستش هم قطع بکنین پرواز کرده نمیتونه، و اگه بال چپش هم قطع بکنین پرواز کرده نمیتونه. انسان مؤمن هم نمیتونه که خالق متعال عبادت بکنه مگر ای که در قلب از اون محبت الله، امیدواری به الله و خوف الله در قلبش نباشه. چه قسم محبت در قلب انسان می باشه؟ محبتی است والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی انسان مؤمن در قلب خود با الله بسیار محبت می داشته باشه. و این محبتی هست که فرزند، مادر، پدر، دوستا اینا را از نگاه غریزی دوست داره، لکن الله را اتو محبت داره که هیچ کسی را به امرای از او یکسان نمیدانه. بر از او عبادت میکنه، لکن در عین عبادتش با بسیار محبت و دوستی میکنه که از محبت از او لذت میبره، از عبادت لذت میبره. چرا؟ یعنی کسی که در قلبش محبت الله هست، در قلبش محبت الله هست، این از عبادت خود لذت میبره. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی نماز میخواندن از نماز خواندن خود لذت میبردن و بسیار خوشحال میبودن. وقتی یک عمل که عبادت بود انجام میدادن بسیار خوش میبودن. چرا؟ اما عبادت خودم به اساس محبت با الله میکردن. وقتی شما اگر یک خواهر مؤمن چادر میپوشه، چادر عفت و پاکی و عزتی که الله برش اختیار کرده که عزت تو و عفت تو و پاکی تو و شخصیت تو با یه حجاب عالی تو هست، و یک مرد مسلمانی که ستر میکنه، مردا هم ستر عورت و شرم میگپا دارن، پس امی که ما الله متعال احکامش بالای خود تطبیق میکنیم، محبت الله سبب از این میشه که اما حکم الله بسیار خوش مامه و از اون لذت میبریم. و در پالوی از این که محبت هست، این خود محبت چی است؟ یک عبادت قلبی هست. یعنی قلب انسان ارتباط داره با خالق متعال. دون عبادت قلبی مثلا رجا هست، امیدواری هست. درست است مثلا من از پیش من اشتباه شده و من گناهگار هستم و من از پیش من خطا شده و من نتونستیم که عبادت الله را به مو شکلی که باید بکنم این عبادت نکردیم، ولی باز هم ناامید نمیشم، چون قلب انسان مسلمان در بین خوف و رجا می باشه.
یعنی ما از الله، از عدالت الهی میترسیم که مؤاخذه ما بکنه و ما مستحق عذاب الله شویم. لکن در پالویزی قلب ما چی هست؟ مثل ترازو ره، دو پله ترازو رو شما ببینید، اما تو مساوی باید باشه. مثلا خوف و رجا، از عدالت الهی و از عذاب الهی میترسیم چون اشتباه کردیم، گناه کردیم یا صغیره یا کبیره. لکن با وجود ازی به رحمت الله همیشه امیدوار هستیم. پس قلب ما بین خوف و رجا هست. محبت، الله را عبادت میکنیم به اساس محبتی که با او داریم، به اساس امیدی که برای الله داریم عبادتش میکنیم. و با وجود از این هم در قلب ما یک طرز است نشه عبادت مرا الله قبول نکنه. پس من باید کوشش بکنم که زیاد اخلاص داشته باشم تا عبادت الله متعال خوبتر و چی کنم بهتر بکنم. این عبادت های دیگه. از عبادات قلبی نیت است. ما و شما تقریبا در بین عبادت های قلبی وقتی که ما حساب کردیم ما و شما 16 قسم عبادات قلبی داریم. 16 قسم عبادات قلبی داریم. اول توحید در نیت است، مربوط به قلب میشه. توحید در نیت یک عبادت قلبی هست. دوم توحید در اخلاص است. توحید در اخلاص، اخلاص هم عبادت قلبی. نیت یک عبادت قلبی، نیت مربوط قلب است. اخلاص هم مربوط قلب هست. این دوم عبادت قلبی. یعنی نیت چی است که 100% من امی کار به خاطر رضایت میکنم، این توحید در نیت میگن. و اخلاص چی هست که اونجا نیت من جور کردم، اول امی عبادت 100% برای الله میکنم، این اخلاص میگه که هیچ مخلوق والا شما این کار کردین، فلانی تو گفت، فلانی تو گفت، والا فلانی گفت یا او را گفت، دلشان من این کار به خاطر رضایت الله کردم. پس این اخلاص یک عبادت قلبی هست. صدق، راستی، قلب انسان با خالق خود راست می باشد، با خالق خود صادق می باشد. اکثرا کسایی را ما و شما 20 سال پیش 30 سال پیش شاید می‌دیدیم، فکر می‌کردیم این بسیار صادق است، لکن این با خالق خود صادق نبوده. از این خاطر حتی ایمان از پیشش گرفته شدن، منحرف شدن. چرا؟ با خالق متعال در غیاب صادق نبوده. انسان باید صدق مربوط به قلب میشه، او را کسی احساس کرده نمیتونه. مربوط به قلب است که چقدر با خالق ما صادق هستیم. مردم خود ما را هر چی میگن، لکن آیا همین قسم که مردم فکر میکنن من همین قسم هستم؟ آیا واقعا من کل کارم به خاطر رضایت الله هست؟ آیا من هیچ وقت حق کسی را، مال کسی را به غلطی نمیخورم؟ آیا من به خاطر دین استفاده جویی نمیکنم؟ باید انسان با خالق خود صدق داشته باشه و این صدق یکی از عبادت‌های قلبی هست. قسم چهارم مثلا یقین هست، عبادت قلبی هست. یقین چی هست؟ یعنی ما به احکام الله و الله و رسولش و احکامش و تو عقیده راسخ داریم که هیچ شبهاتی که دشمنای اسلام ایجاد میکنن در قلب ما تأثیر منفی کرده نمیتونه. این یقین میگن. این یقین میگن که اگر صدها هزار شبهات ایجاد شوند، یقینی که با خالق متعال داریم هیچ وقت سر ما تأثیر منفی نمیکنه. این یقین میگه. وقتی میفهمیم که الله رحمان رحیم است، بله من یقین دارم که الله رحمان رحیم است. من بر شما قصه و خواهر کردم که در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکرد و بسیار حجاب اسلامی کامل داشت. این پرسان میکنن که تو چرا تو ملکی که همه آزادی ها بر تو داده شده است با وجود زی هم توی قسم لباس میپوشی؟ او برشان میگه که من وقتی که یقین حاصل کردم که الله رحمان رحیم است، مهربان است، به مهربانی الله که بسم الله الرحمن الرحیم گفتم یقین در قلب حاصل کردم، بنان عالم میفهم که هر حکم الله که است، ولو که مرا بگه سر تا بپوشان، روی تا بپوشان، لباس بپوش، شاید گرمی بکنم، شاید خستگی شود، شاید مردم مرا مسخره بکنن، لکن من میفهم که هیچ کس مهربانتر از الله بر من نیست. این یقین من هست. و این یقین چی هست؟ یک عبادت
قلبی هست. قسم پنجمش محبت است که بر شما پیشتر گفتم. قسم ششمش خوف است که خدمتتان تشریح کردم. خشوع هست که انسان مؤمن به الله بسیار قلبش خشوع می داشته باشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فرق بین عبادت مؤمن و غیر مؤمن، عبادت قلبی و غیر قلبی چی هست؟ وقتی ما و شما نماز میخوانیم در قلب ما خشوع هست. وقتی که در قلب ما خشوع باشه در مقابل الله متعال بسیار احساس عاجزی میکنیم، باز تمام اعضای بدن ما ساکت میباشه. یک کسی در نماز اما ریش خود زیاد دست میزد او رو گفتن چرا در نماز خود در ریش خود زیاد دست میزنه؟ گفت ای اگر در قلب خود خشوع می داشت دستش هم چی می بود؟ خاموش می بود. از این خاطر الله متعال میگه قد افلح المؤمنون، کامیاب شدن مؤمنا. کی هستن این مؤمنا یا الله؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، کسانی که وقت نماز میخوان با قلب خاشعانه به الله نماز میخوانند که تمام اعضای بدنشان راحت و آرام میباشه. از این خاطر مشرکین قبل از اسلام که بودن اونا عبادتشان الله میگه که و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه. نماز از اونا در پیش بیت الله شریف میگه مکاء اشپلاق کردن بود، چک چک کردن بود، حرکت های بیجا و کارا بود. این عبادت اسلامی نیست. عبادت اسلامی با قلب خاشع می باشه. قلب خاشع تاثیر میکنه مثل یک ماشین در بیرون که اعضای بدن انسان در مقابل الله بسیار محترمانه استاد میشه، حرکت میکنه. هشتمی عبادت قلبی خشیت است. خشیت هم است که نما یخشی الله من عباده العلماء، کسایی که الله را خوب میشناسن از الله زیاد میترسن. به اندازه شناخت الله در قلب یعنی محبت الله و خشیت الله پیدا میشه، ترس الله پیدا میشه. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ چقدر زیبا میگن. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ وقتی که الله را شناخت به محبت از او از خودخواهی و تکبر و انانیت دور میشن. فرزند و عیال و خانمان یا هستن، وسایل هستن، دوستشان داریم همیشان هستن. یارو میگه چی میکنن؟ در فکر از زیاد تربیه میگیرم اولاد خود، دوستشان دارم، محبت دارم، لیکن اصل هدف جای دیگه هست. دیوانه کنی اردو جهانش بخشی. الله را وقتی که انسان شناخت اردو دنیا را برش میده، هم دنیا را برش میده و هم آخرت، سعادت دنیا و آخرت. در دنیا راحت میباشه، اعصابش کاملا آرام است، یعنی سر خدا که بان خو میبرشه، نیاز نداره که تابلت بخوره. چرا؟ ایمان قوی هست که هر قدر که ایمان بلند شده میره به مو اندازه راحت قلبی و اطمینان و آرامش روانی سایکولوژی بسیار انسان نرمال میباشه. پس این خشیت است. قسم نهمش توحید در رحمت است که انسان مسلمان همیشه برای الله عبادت میکنه. یکی رهبانیت است که انسان دنیا را ترک میکنه، لکن در اسلام این است که نه خیر، ما دنیا را ترک نمیکنیم، میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. عبادت الله را میکنیم و هم کار برای دنیا میکنیم. برای دنیا اینقدر کار میکنیم مثل که همیشه زنده هستیم، لکن برای آخرت اینقدر کار میکنیم مثل که فردا میمیریم. رهبانیت. قسم دهم رجا و امیدواری است که ما شما خوانیم. قسم 11 توحید در تعظیم است. تعظیم چی هست؟ توحید در تعظیم است که انسان الله را با عظمت الله متعال قائل می باشه که ذات بسیار با عظمت است. در رکوع وقتی که میگیم سبحان ربی العظیم، پاک است او ذاتی که بسیار با عظمت است. این عظمت الله در کجا می باشه؟ در قلب انسان. یعنی انسان قلباً به عظمت الله متعال یقین می داشته باشه.
قسم دوازدهم عبادت های قلبی تعظیم شعائر الله هست. یکی تعظیم الله هست، یکی تعظیم شعائر الله هست. تعظیم شعائر الله چی است؟ عقیده توحید برش عزت میتیم، عظمت میتیم، با آن چی که احکام دین هست بر از او عزت میتیم. اگر کعبه هست پیش ما بسیار با ارزش است، با عظمت است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که تعظیم میکنه شعائر الله را، حجاب تعظیم میکنه، بر عظمت و بزرگی میته، بر کعبه عظمت و بزرگی میته، بر پیغمبر عظمت و بزرگی میته، و خالق متعال و نامهای الله و کتاب الله. قرآن دوست داریم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و دوست داریم، صحیح بخاری و صحیح مسلم و نسائی و ابو داودی، کتاب‌های که احادیث رسول الله تشریح میکنه، کلش دوست داریم. این کل شعائر الله هست. دوست داشتن و عظمت دادن با این شعائر الله سبب حفظ ایمان میشه. شما بعضی کسا رو ببینید که سر صحیح بخاری ریشخند میکنه، یک روز دیگر سر حدیث ریشخند میکنه، دیگر روز سر ازی، دیگر روز ببینید که یک چند وقت بعد ببینید که بیخی کافر میشه. پس قلب انسان وقتی که عظمت احکام و شعائر الله را داشته باشه، این چی میشه؟ سبب حفظ ایمان ازی میشه. قسم 13 توحید در رغبت است که انسان مؤمن همیشه علاقمند الله و عبادت الله و دیدار الله در جنت الله می باشه. قسم 14 توحید در توکل است که انسان مؤمن همیشه کار میکنه. توکل عبادت قلبی هست، لکن قلبا به الله توکل می داشته باشه. یعنی دیقان در زمین خود کار میکنه، گندم میپرته و قلباً به الله توکل میکنه. با شما کار و زحمت میکشیم با دست و با پا با همه، ولی توکل ما به کی است؟ به الله هست که الله ما را حفظ میکنه، الله ما را روزی میده، الله ما را جنت انشاءالله نصیب میکنه، الله انشاءالله استقامت نصیب ما میکنه، توفیق نصیب ما میکنه. و دیگر 16 توحید در اخبات یا اطمینان است که انسان مسلمان همیشه مطمئن میباشه به آنچه که الله متعال برش گفته است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقتی که یاد الله را میکنیم که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، با این قلب ما اطمینان پیدا میکنه. و همین قسم 16 توحید در انابت است که همیشه انسان مؤمن رجوع قلبیش به الله هست. اگر اشتباه کرد فوراً به الله رجوع میکنه، اگر غلطی کرد به الله رجوع میکنه و توبه میکنه. ایره توحید در انابت میکنه. تقریبا این 16 بخش عبادت های قلبی هست که انشاءالله عبادت های زبانی و بدنی و یارا انشاءالله در درسای بعدی خواندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار ببخشید اگر درس طویل شد سرتان.